وقتی یک کشور 1.5 میلیاردی تصمیم میگیره قدرت نظامیشو متحول کنه، فقط یه سوال باقی میمونه: آیا دنیا آماده است؟ تو این ویدیو قراره با هم بریم سراغ پیشرفته ترین و بحث برانگیزترین تجهیزات نظامی چین که خیلی‌ها معتقدن میتونن تعادل قدرت تو دنیا رو عوض کنن. سلام، امانی هستم از شبکه نظامی. خوش اومدین. بریم سراغ معرفی پیشرفته ترین تجهیزات نظامی چین. 1. جنگنده نسل پنجم J-35A. وقتی پنهانکاری با قدرت ترکیب میشه، نتیجهش یه پرنده نامرئیه که میتونه در دل دشمن فرود بیاد. J-35A نسخه دریایی جنگنده نسل پنجم چینه که مخصوص ناو هواپیمابر طراحی شده، مجهز به فناوری پنهانکاری استلس، رازهای پیشرفته AESA و توانایی پرتاب موشک‌های هوا به هوا از درون بدنه. هدف اصلیش مقابله با جنگنده‌های آمریکایی مثل F-35 و F-22. جالب اینجاست که بسیاری از متخصص‌ها طراحیشو برگرفته از نمونه‌های غربی میدونن، ولی چین با مهندسی معکوس و ارتقای بومی تونسته نسخه قابل رقابت ارائه بده. 2. موشک‌های مافوق صوت DF-ZF. وقتی سرعت از صوت جلو میزنه، دفاع کردن فقط یه شوخیه. DF-ZF یک گلایدر مافوق صوت هست که روی موشک بالستیک سوار میشه و بعد از پرتاب با سرعت بیشتر از 7 ماخ برابر سرعت صوت حرکت میکنه. این سامانه به قدری سریع و منال‌پذیر هست اکثر سامانه‌های ضد هوایی فعلی توان رهگیریشو ندارن. ایالات متحده بارها در گزارش‌هاش اعلام کرده که DF-ZF میتونه به زیرساخت‌های راهبردی دشمن در عرض چند دقیقه ضربه بزنه. 3. ناو هواپیمابر تایپ 3. وقتی یک جزیره آهنی روی آب حرکت میکنه بدون که قرار طوفان بشه. تایپ 3 سومین ناو هواپیمابر چین و اولین ناوی هست که به صورت کامل و فناوری بومی طراحی شده از سیستم پرتاب الکترومغناطیسی استفاده میکنه که باعث میشه جنگنده های سریعتر و مؤثرتر به پرواز در بیان. با این ناو چین حالا رسما وارد باشگاه کشورهای دارای ناوهای هواپیمابر مدرن شده و قابلیت حضور در آبهای دوردست رو پیدا کرده. 4. توانمندی فضایی نظامی، ماهواره‌های جاسوسی و ضد ماهواره‌ای. وقتی از زمین بری بالا، کنترل اطلاعات دست توئه. چین در سالهای اخیر 10 ماهواره با کاربردهای نظامی به فضا فرستاده. این ماهواره‌ها برای ردیابی اهداف ارتباطات رمزگذاری شده و حتی شناسایی اهداف در فضا طراحی شدند. یکی از بحث برانگیزترین پروژه‌ها سامانه ضد ماهواره‌ای ایست هست که میتونه ماهواره‌های دشمن رو نابود کنه. این اقدام‌ها نشون میده که چین فضای اطراف زمین رو هم به عنوان میدان نبرد آینده در نظر گرفته. 5. پهپادهای تهاجمی و خودمختار یا وینگلانگ. وقتی پرنده‌های بدون سرنشین بدون دستور هم می‌جنگند، دنیا وارد مرحله جدید شده. پهپادهای وینگلانگ نسخه چینی از پهپادهای معروف آمریکایی مثل MQ-9 ریپر هستند. این پهپادها توانایی حمل موشک‌های هدایت شونده، انجام عملیات‌های شناسایی و حتی انجام حملات خودکار رو دارند. برخی از نسخه‌های جدیدشون به هوش مصنوعی برای تحلیل میدانی و تصمیم‌گیری آنی مجهز شدند. 6. هوش مصنوعی نظامی ارتش دیجیتال چین. وقتی تصمیم‌گیری از انسان و ماشین منتقل بشه، دیگه فقط سرعت مهم نیست، هوش شکل می‌بره. چین میلیاردها دلار برای توسعه هوش مصنوعی در بخش نظامی سرمایه‌گذاری کرد. از سیستم‌های تحلیل داده تا سامانه‌های کنترل میدان نبرد و شورای‌سازی‌های جنگی، همه چی داره به سمت خودکار شدن میره. حتی صحبت از سربازان رباتیک و سیستم‌های هدایت پهپاد گروهی سوارمینگ AI هست.
که تو جنگ‌های آینده تعیین کننده خواهد بود. اگه فکر میکردید آینده جنگ فقط به سلاح‌های بزرگ وابسته است، وقتشه که تجدید نظر کنید. چین با ترکیب تکنولوژی پنهانکاری و سرعت داره نشون میده که آینده متعلق به کسایی که زودتر از بقیه فکر کردن. حالا سوال اینه، دنیا آماده است برای نبرد نسل آینده یا باید با ارتشی که داره بدون شریک گلول دنیا رو تغییر میده کنار بیاد؟ حالا که تا اینجا با من بودی ازت ممنونم. لایک و سابسکرایب یادت نره. اگه از این ویدیو خوشت اومد و دوست داری ویدیو بعدی درباره تجهیزات مخفی روسیه یا آمریکا باشه، حتما تو کامنت ها برام بنویس. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.